10 استادیوم برتر جهان. شماره یک حس خاص، جهنمی به نام آنفیلد، خانه باشگاه فوتبال لیورپول. شماره 9 اولد ترافورد، معروف به تئاتر رویاها و خانه باشگاه منچستر یونایتد. شماره 8 ال استادیو دیگو آرماندو مارادونا، خانه ناپولی. قبل از ادامه دوباره روی صفحه بزنید و کامنت بذارید کی بهتره، کیلیان امباپه یا ارلینگ هالند. من کامنتی رو که بیشترین لایک رو بخوره فالو میکنم. همچنین به هر کسی که این ویدیو رو با 10 نفر به اشتراک بذارم فالو میکنم. شماره 7 استادیوم نمادین ومبلی، استادیوم ملی انگلیس و چلسی. شماره 6 استادیوم سن سیرو، استادیوم افسانه سن سیرو، خانه هر دو باشگاه آس میلان و اینتر میلان. شماره 5 استادیوم مرسدس بنز، این استادیوم خانه باشگاه فوتبال آتلانتا یونایتد در فوتبال آمریکاست. شماره 4 استادیوم تاتنهام هاتسپر، خانه باشگاه فوتبال تاتنهام. شماره 3 نیوکمپ، خانه باشگاه فوتبال بارسلونا. کمپ نو به خاطر جو الکتریکیش در روزهای بازی شناخته میشه. شماره آلیانس آرنا، خانه باشگاه با استادیوم جهان. سانتیاگو برنابئو، خانه باشگاه رئال مادرید و قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا و پادشاه اروپا.